رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید یک سببی کم بغل شدن مردم و بلند شدن نرخ و نوا به چی وابستگی دارد؟ به نبودن موعظه. امر معروف ترک می شود. موعظه ها وقتی ترک می شوند، پند و نصیحت ها وقتی قطع می شود، این گونه بدبختی هم در جامعه پیدا می شود. بلندشوی نرخ، نرسیدن مواد یا کم بضاعتی در مردم از روی کازینو ها پیدا شد. من را میگفتم رحمت. از روی فاحشه خانه ها پیدا شد، از روی عرق نوشی ها پیدا شد، از روی تنقید عالم ها پیدا شد، از روی غیبت و از روی خیانت پیدا شد، از روی قمارخانه ها پیدا شد، از روی آن خانه هایی که امروز 5-6 دختر تاجیک در داخلش مردهای بیگانه و خودی را قبول دارد و 5 و 10 روز ادراز جواب داده ایستادند. با اینها نرخ بلند می شود. برادر عزیز، با اینها هوا نمی بارد. فحش و فاحشگی ترقی کرده. پیغمبر خدا میگوید هر وقتایی که اگر فحش و فحشایی زیاد شد، مریش پیدا می شود، مریش زیاد می شود، مردن زیاد پیدا می شود، هوا خاک می شود، هوا خاک می شود، دیگر نمی بارد، خشک می شود.